با منظور نمودن نخستین بازی نیمه نهایی 16مین یورو در تاریخ میتوان گفت که ایتالیایی‌ها همان فاوریت اصلی از برای پیروزی به حساب میروند، چرا که اسکوادر اتزورا هرچند که تناسب حسابی را در مسیر بازی بر مقابل اسپانیا حفظ کرده نتوانستند، اما پس از سلسله ضربه‌های پنالتی شاهد ظفر چشیدند. اما سرآغاز بازی شاگردان لوئیس انریکه با فعالیت خاصه و برتری چشمرس در توپ نگهداری ایتالیایی‌ها را در نیمه میدانشان محکم نموده کلی چیز برایشان به خوبی پیش می‌رفت. نخستین امکان گلزنی هم از اسپانیا به میان آمد زمانی که میکل اویارزابال به توپ در نزدیکی دروازه‌بان رسیدن نتوانست. ایتالیایی‌ها باشند امکانیت گلزنی خویش را در قسمت آخر نیمه اول صاحب شدند، زمانی که امرسون با کمک لارنسو اینسینی توپ را تا تیر دروازه رساند اما داخل دروازه کردن نتوانست. نیمه دوم بازی هم با پیشتازی اسپانیا شروع گردید. ضربه قوی بیرون از دروازه سرخیو بوسکتس دلیل این گفته هاست. از جانب دسته منچینی باشد چیرو ایموبیله حمله همسفانش را ناموفق انجام داد، ولی فردریکو کیزا سر وقت در این حالت نزدیک جریمه‌گاه آمده با یک ضربه تابناک توپ را وارد دروازه اونای سیمون نمود و با همین حساب بازی هم گشوده شد. عکس‌العمل لوئیس انریکه به گل سر داده شده این عوض‌کنی بازیگران گردید و چنین رفتکار هم نتیجه داد. در دقیقه 80 رقابت آلوارو ماراتا با استفاده از یک بازیگزاری عالی با دانی اولمو با دوناروما 1-1 برآمده آرامانه و این نوبت به اشتباه توپ را از پس دوناروما وارد دروازه نمود. پس از حساب 1-1 در 30 دقیقه علاوه شده البته حالت‌های بیشتری گلزنی را اسپانیا سازمان می‌دادند، اما خط حمایه کلاسیکی ایتالیایی‌ها و بازی کفالتناک دوناروما صدگذار تلاش‌های دسته انریکه شده بود. همین طریق برای معین کردن مالک نخستین را خط فینالی دسته‌ها به اجرایش سلسله ضربه‌های پنالتی پرداختند. در وقت اجرایش ضربه‌های پنالتی پس از دو اشتباه از هر دوی جانب‌ها دوناروما ضربه ماراتا را گردانید و ژورژینیو باشد با ضربه هدفرسی خویش به دروازه اونای سیمون پیروزی دسته منچینی را تامین نمود. منتخب ایتالیا با همین پیروزی اشتراک خویش را در چهارمین فینال چمپیونات اروپا تامین نموده. فردریکو کیزا باشد به خاطر گل مهم و پیش آوردن مشکلات خاصه در خط حمایه به اسپانی‌ها از جانب نظارتبر تکنیکی اویفا آیتر کرانکا ستاره بهترین این بازی اعلان گردید. منتخب انگلیا باشد به بازی دوم نیمه نهایی بر مقابل دانیا چنانکه که انتظار میرفت با نیروی بزرگ و باوری تام وارد ورزشگاه ومبلی گردید، چرا که ما از انگلیس ها بزرگترین پیروزی در این یورو را به دست آورده 4 گل به جواب بر مقابل اوکراین برایشان بهترین نتیجه در کل بازی های مرحله پلی آف از سال 1966 می باشد. شیران سگانه از نخستین تیم در تاریخ یورو می باشند که در 5 بازی نخست یگان گل به دروازه اشان سر ندادند. منتخب دانیا باشد چند پیش در لیگ ملت‌ها انگلیس ها را در خود ومبلی 1-0 مغلوب نموده در یورو 2020 الکی 11 گل زده است و 10 گل آن در 3 بازی اخیر زده شدند. چطور نباشد انگلیس ها با پیشتازی خاصه در هر بازی نخستین مراتب از سال 1966 آلمانی ها را شکست داده با پیروزی نه آنقدر آسان بر اسکاندیناویا از برای فتح تاریخ تنها برای شرف را سپارند. بازی جسورانه و سرعتناکی دانیا باشد از فرصت های نخستی دیدار که نوبت هم با ارجگذاری و شخصیت کریستیان اریکسن سر شده بود به چشم رسید و عیناً دانیایی ها در بازی مذکور حساب را گشودند، زمانی که میکل دامسگور ضربه جریمه‌ای را نهایت استاکارانه وارد دروازه جاردن پیکفورد نمود. اما 9 دقیقه پس از گشوده شوی حساب پرتافت بوکایو ساکا و تلاش‌های سرسخت گلزنی رحیم استرلینگ سیمون کیای را مجبور نمود که گل وارد دروازه خودی نماید. در دوام قسمت بیشتری بازی نیز وقتی حساب 1-1 نوابسته به فشارآوری دامنه‌داری شیران سگانه بازی‌های دفاعکارانه کفالتناک شاگردان کاسپر یولمن خطرهای انگلیسی را رفع نموده استفاده سری وقتی عکس‌العمل‌ها از قنات‌های پرسرعت واقعا هم اسلحه خطرناکی به حساب می‌رفتند. هرچند که منتخب انگلیسی را ومبلی از 4-3 آن سرازیر با هر یک حرکت با توپ فعالانه دستگیری می‌نمود، تیم انگلیسی تنها پس از علاوه شدن 30 دقیقه نتیجه پیروزی آور را به کف کردند، زمانی که از برای قاعده ویرانکنی در داخل جریمه‌گاه نسبت رحیم استرلینگ هری کین هنگام اجرایش ضربه پنالتی پس از گردانیده شدن آن از جانب کاسپر شمیخل از کوشش دوم توپ را وارد دروازه نمود. ستاره بهترین این دیدار هم نفر تامین کننده پیروزی تاریخی انگلیس‌ها و رکوردگزار با پیراهن منتخب
هری کین اعتراف گردید. همین طریق سنه 11 ایول در ورزشگاه ومبلی شیران سگانه با اسکوادرا اتزورا برخورد جایزه‌یابی میکنند و این هم در حالی است که منتخب انگلیا بار نخستین در تاریخ یورو به فینال برآمد و ایتالیایی ها باشند تنها یک مرتبه در تاریخ این مسابقات پرچم ظفر برداشتند. این بود روزنامه یورو 2020. ما را پیگیر باشید.